سنة إمام ابن عبد الهادي رحمه الله حديث أبو هريرة وورد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك. يعني قصة نزد رسول صلى الله عليه وآله وسلم یک مرد میبید. نعم یعنی که گفتیم اینا قیل یعنی سلم البیاضی قیل سلمان الفارسی که نباشد یک مرد نزد رسول صلی الله علیه و سلم اومده میگه که هلاک شدم یا رسول الله، هلاکتو احترقتو، هم هلاک شدم، سوختم. گفتگی در رسول صلی الله علیه و سلم میگه که و ما اهلکک، یعنی چی چیز توی هلاک کرد؟ گوید میگه که وقعت علی امراتی فی رمضان، یعنی میگه که یعنی چی وقعت علی امرات، یعنی مسئله جماع، یعنی بزنم میگه تو خوب کردم میگه چی ده نهار رمضانند چی تو خوب کردم میگه. سنه رسول صلی الله علیه و سلم گفت که هل تجد ما تعتق رقبه، یعنی اون چیز حالت داره که یعنی یک غلام آزاد کنی، یعنی اذا کفارت چه کفارت ظهار، غلام آزاد کنه میتونی؟ گفت که نه. 2 ماه پای در پای روزه داشته میتونی؟ گفت که نه. گفت که 60 مسکین به طعام داده میتونی؟ نه. چگون چیز نه. سنه نزد رسول صلی الله علیه و سلم ده 6 حتی که رسول صلی الله علیه و سلم چی آوردن به عرق فیه تمر، یک عرق یعنی چی آوردن؟ تمر، خرما آوردن. تو رسول صلی الله علیه و سلم گفت که گیرو اینا چیکن، یعنی مسکینا به صدقه تقسیم کرده. سون گفت که حل افقر منا، یعنی از من فقیرتر آدم های، یعنی استفهام اینکار کرد که مدینه انده از من فقیرتر آدم کی بین صدقه تقسیم. نام فما بین لابتیها، یعنی بین دو طرف مدینه ده یگو خونه از ما چه فقیرتر نیست. رسول صلی الله علیه و سلم خندید حتی که دندانهای چش یعنی کرسش نمایان شد. سونه گفت که خیر راو گفت امروز چه اهلت به چه صدقه کن، گفت یعنی خورم. اذا این حدیث چه گفته؟ یعنی حدیث عظیم. یعنی بعض اهل علم نام ابن حجر چه گفته؟ یعنی چند فایده گرفتن؟ 1001 فایده گرفتن. 1001 فایده گرفتن از این یک حدیث. 1001 یعنی 2 دقیقه انده 1 دقیقه انده میخوند، یعنی خلاص یک آدم اومد کذا شد خلاص. لیکن اهل علم یعنی از همین حدیث یعنی چند 7 سطر یعنی تقریبا باشد 6 سطر حدیث، یعنی این باشد 5 سطر حدیث، هم 5 سطر حدیث، 5 قطعه 1001 فایده گرفتن. 1001 یعنی چی؟ سوال ها به جواب یافتن، یعنی 1001 جواب سوال ها بیافتن. یعنی این چیز یعنی چی میشد؟ یعنی همین فهم علمین یعنی چی میشد؟ از یکم قسم حدیث ابو موسی مثل ارضی که چوای اصابت ارضا فقبلت الماء فانبتت الكلأ والعشب الكثيره. نم اینو علم خیلی علما ها که مثل زمینی که بارون خودش ما گرفته دیگر ها به چی میتیاد؟ گیاه و درخت سبزوات میوه میتیاد. یعنی اینو هم خیلی علما ها همین خیلی حدیث گرفته، علم خیلی علما آدما به چی میتیان، یعنی از یک حدیث 1001 فایده گرفتن. این حدیث عظیم، یعنی این چی به دلالت میکنه؟ نه یعنی نزد رسول صلی الله علیه و آله و سلم به یک آدم اومده میگه که نه یعنی اومده چی میکنه؟ یعنی حتی روایت سنن اومده ای که یعنی چی میکنه؟ میگه ینتفو شعره، یعنی اومده موی سرش کنده میبیاد، یعنی موی سر میکنه، یعنی ینتفو ماذا شعره، موی سر کنده میبیاد. یعنی فهمیدید؟ موی سر چی میکنه؟ یعنی اومد احوالش چی موی سر از چیه؟ یعنی آدم سخت غضب کنه، چی تاسف کنه، چیکار میکنه؟ یعنی از غضب چی میکنه؟ یعنی از شیمانی از چه موی میکنه. این درست نیست طبعا، همین نه. لیکن این هولندند بعضی اهل علم شیخ ابن تیمیه که لا باس میگن اگر طبعا یعنی این چیز میشدن کار دنیوی به الاحتجاج به قدر، یعنی چی؟ یعنی کار دنیوی به مثلا چی وای یعنی التاسف نام التوجع التضجر ممکن نه. کار دنیوی یعنی پول ما گم کردم گفت سرطان ممکن نه، لیکن کار اخروی به ممکن نه. یعنی کار اخروی به یعنی یک ثواب دست دادم، یک گناه کبیره کردم گفت یعنی چه افسوس خوردن، یعنی پشیمون شدن، این چیز چی بدات یعنی ممکن. فهمیدید یا نفهمیدید؟ فرقش فهمیدید؟ کار اخروی کار دینی باشد ممکن افسوس میخوری پشیمون بشی، این چیز ممکن، لیکن اما کار دنیا باشد چه نه، این به چیز من نه. فهمیدید؟ الان میخوام اومده چی موی سر چی کنده اومد، یعنی ینتفو ماذا شعره.
اومده سونه گفت که ندا کردم که یا رسول الله میگفت هلاک شدم میگفت. دیگر روایتان میگه که احترق سوختم یا رسول الله سوختم. یا رسول الله میگه چی میگه یعنی سوختم میگه. رسول صلی الله علیه و میگه که چی شد؟ برای چی سوختی؟ برای چی هلاک شدی؟ فهمیدید؟ میگه که وقعت علی امرأتی، میگه که یعنی چی؟ یعنی واقع شدم بر زنم، یعنی با زنم چیکار کردم؟ میگه جماع کردم، یعنی خواب بودم با روزه رمضاننده چیکار کردم؟ یعنی خواب کردم میگه یعنی. فهمیدید؟ یعنی معناش این چی به دلالت کرد؟ این آدم همین کار حرام بدنش میدونه، یعنی میدوند که این گناه کبیره، این کار خطر، یعنی رمضان انده، یعنی خوردن، نوشیدن، شهوت، جماع کردن، این کار کلون بدنش چی میدوند، یعنی میدوند. فهمیدید؟ این آدم چی میدوند؟ برای همین رسول صلی الله علیه و سلم معذور نکردند. فهمیدید؟ این آدم چیکار کرده؟ یعنی دونست این چیزا. نعم؟ یعنی چیه؟ جزاک الله خیر. یعنی همین چیزا حکمشه دونست، لكن ماذا يترتب عليه من الجزاء هذا الذي جهله. نعم، هو اذا باصل يعني هو عالم في اصل المساله، يعني الحكم نعم عنده علم في حكم المساله، لكن الترتب يعني ماذا يترتب على هذا الحكم من الجزاء يجهله. فهمت؟ یعنی میدوند که همین چیز جماع حرام این چیز، لیکن چی حاصل میشه این چیز نمیدوند. اذن اصل مسئله که دونست، برای همین رسول صلی الله علیه و آله و سلم چه این آدم معذور نکرد. گفت یعنی چی؟ گفت عذر ندارد. اذن اكو کارداد به چی میتی؟ یعنی جواب میتی. کارداد به چی؟ جواب میتی. انا آدمی ما چی گرفتیم؟ آدمی دلیل که یعنی انجا میبرد که اگر آدم همین کار فهمدید؟ آدم جد میگیریم که همین به نعم یعنی اسباب الفطر. جزاك الله خير بارك الله فيك. اسباب الفطر نعم اسباب الفطر ثلاثه. نعم اسباب الفطر ثلاثه. الاول العلم، الثاني العمد، والثالث الذكر. فهمتید؟ کدوم حالتند همین مفطرات ایکو؟ مفطرات خوردن، نوشیدن همیننده. یعنی یک چیز خوری، یک چیز نوشی روزت میشکند اگر همین سه شرط باشد. همین علم کتی یعنی دونسته، ذکر یعنی فراموش نکردی یادت انده، و عمد تعمد کردی این کار کردی، عمدن کردی. یعنی معناش چی برآمده اینجا؟ همین کار اگر تو جاهل باشی، یعنی آدم جاهل یعنی نمیدوند، همین فکر میکرد که روزه فقط یعنی نمیخوری نمینوشی، اما جماع ممکن. میگه که من یکم بار شوندم که رمضان جماع چی نبیدنشه، خلاص تو چی میشه؟ یعنی معذور میشی. تو چی میشی؟ معذور میشی. هم به قول راجح چی میشه؟ یعنی جهل چی میشه؟ عذر میشه. مثلا همین به حدیث عدی منتون، حدیث عدی ابن حاتم رضی الله تعالی و ارضاه، نعم چی میگه؟ یعنی وقتی که این آیات نازل شد، نعم فالآن باشروهن، قول الله سبحانه وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. یعنی خورد نوشد حتی که چه ریسمان سفید از ریسمان سیاه چه جدا شد، فرق شود. چیکار کرد عدی رضی الله تعالی عنه؟ بالشتش میگرد، بالشته میگرد و ریسمان سیاه ریسمان سفید میموند. یعنی میایستاد، یعنی باید که چای سیاه سفیدی و بالش پنه کرده سودا. یعنی چی؟ نماز فجر شد، فجر خونده شدن، آفتاب بر اومد. آفتاب بر اومدگی، آفتاب بر اومدگی هوای ول نمایون دی. آفتاب بر اومدگی و چای خور سودا، سحور کرده سودا. یعنی کی مینامد؟ یعنی تو 6 7 8 یعنی تو آفتاب بیونیست بیا سونه میرم تا میگه کو چای خلاص میگه نوایت صوم. همین اند وقتی که پرسید رسول صلی الله علیه و سلم تبسم کرد، گفت که اذن گفت یا عدی نم ان بسادتک لعریض، بتوده تو عریض بدست. گفت یعنی معنای قول قاضی ایاز میگه که
یعنی نم وسادتك تعلوهما ای تعلو الارض تعلو اللیل و النهار. یعنی معناش وساده تو شب روز در بر میگیره که وساده بوده است. یعنی از آفتاب هم مثلا چه شب روز پیدا میکنه که وساده کلان داشته بوده که یعنی آفتاب دنیا رو پیدا میکنه. یعنی مثلا بیان کرد که این فعل نه گفت، مقصد گفت چه یتبع الخیط، یعنی چه خیط الابیض النهار خیط الاسود لیل، یعنی حتی یتبین النهار من اللیل. فهمید؟ روز بیان کشید شد. فهمید؟ عادی نمیدونید این حکم. همه رسول صلی الله علیه و سلم قضا همین روزات، یعنی چند روزه همین خیلی کردن، نگفت که همین روزات چه قضا کنید. تأخیر البیان عن وقت الحاجه ماذا لا يجوز. اگر همین خیلی میبود رسول صلی الله علیه و سلم باید که چه مباشرتا بیان کنند که این کارا چه درست نگفته، باید که چه بیان کنند. فهمید؟ انا میگم چه ما گرفتیم که چه اذن جاهلانه اگر کرده موند یعنی چه میشد، یعنی وای عذر میشد وای با نام همین به همین حکم میدارد که چه میدارد، یعنی آدم حاضر چه نام یعنی ساعت به میگرد مثلا آدم مونده مغرب ساعت 7:04 ساعت میبیند خلاص 7:04 شد میخورد افطار کرد میخوره شد که بعد یک 15 دقیقه تون از اون گفتن تون میفهمد که ساعتش چه بوده خطا بوده سینه. فهمید؟ خلاص بوده صحیح عمدن نشدیم چیکار کرد، یعنی اجتهاد کرد ان جاهلانه نادونست، یعنی جهل چی میشد عذر میشد روزش صد پوید چی میشد. یعنی صحیح این حادثه زمان عمر انده شد، ابر یعنی هوا غیم شد، ابر آفتاب دیدن میشد، تاریک ظلمات شد، خوردن همه خورده افطار کرده شده بودن که اگر یعنی که آفتاب دیگه بر اومد. عمر رضی الله عنه خلاص گفت اجتهاد نگفت و ما علینا اجتهاد کردیم. اذا چی میشه جهل، یعنی چی میشه یعنی میبرند اینجا کسی وقتی که قول هلاکتو یا که احترقتو مثلا چی شد یعنی الجهل بر اومد. و كذلك چی میشه یعنی الذکر و ذکر گرفته بودیم حدیث ابن عباس انده یعنی رسول صلی الله علیه و سلم چی میگفت من نسی و هو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. روایت دارقطنی ده فلیس علیه قضاء القضاء ولا الكفاره. یعنی آدمی که فراموش کرده یک چیز خوردمون وای به هیچ چیز نمیشه، وای به قضا هم کفارت هم فراموش کردم. اذا نمیدونه چی میشه، یعنی اگر مثلا جاهل باشد حکم یا که فراموش کرده ندونید که روز رمضان یعنی رفت چه عادیات برآمده فراموش کرده شده چه جمع کردم و همین چی نمیشه. یعنی و كذلك حالت چه اکراه مکره مجبور مثلا مجبور الله سبحانه وتعالى میگه ولكن ما تعمدت قلوبكم نعم ان الله رفع عن امتي النسيان والخطا وما استكرهوا عليه. اذا فهمید الان سه چیز که اگر شده باشد یعنی یا جاهل بدون حکم یا که فراموش کردم یا که مجبور کردن بیان چی میشه یعنی هیچ نمیشه. فهمید؟ اذا این حکم نمیدارد. وقعت على امرأتي في رمضان. فهمید؟ یعنی اذا این چی میشه یعنی این برآمد کنه جماع هم به تمام اجماع اهل سنت جماع حالت مثلا که بیانه آدمی که همین چیزا که دونسته اگر مثلا که کرد یعنی که باشد یعنی جماع طبعا چی باشد یعنی حالت رمضان انده باشد نهار رمضان انده باشد با حق که به علما یعنی علی اصحاب الفرض میگیم اصحاب الفرض که میگیم من یجب فی حقه الصوم. یعنی برای که اینجا گفتیم که چی میشه یعنی هم به مسافر آدم مسافر نهار رمضان انده جماع میکنه هیچ هم نمیاد. مسافر نهار رمضان انده جماع میکنه و به چی هیچ گپ نه. فهمیدید یا نفهمیدید؟ نه هم نه حتی اختیار کرده باشد که حتی اختیار کرد. فهمیدید؟ نه حتی اختیار مثلا کرد وای مثلا وای به فرض نه که آخر خود روزه اختیار کرد روزه داشته وای به فرض یا فرض نه فرض نه وای همین تو روزه شش کنه خود روزه نیت کرد گفت که من خلاص روزه میگیرم گفت لیکن مشقت شد وای به روزش بیش کرد خیلی نه یعنی رسول صلی الله علیه و نصف روزه در رمضانش کرد. فهمیدید؟ همه مثلا چه حتی مثلا چی میکنه یعنی خلاص نصف روز رفت گفت که طاقت کرده نمیشه روزش کرد هیچ کم نمیشه. لیکن معنیش نه که یعنی اعوذ بالله این قول بنو اسرائیل یهود یعنی چیکار میکنند یعنی
یعنی طاقت کردن میتونه میگه که حاضر شونا مثلا کفاره با چی میشه میگه زنش میگه یعنی رفته سفر به میبره میگه ها یعنی این اعوذ بالله این حیله این حرام این چیز درست یعنی این شرعا این چیز شرعا چی درست این چیز یعنی نه این چیز حرام این چیز حیله که آدم باز نمیکنه یا که مثلا چی بکرد یعنی یعنی خوردن به کفارت نیست جما به کفارت است خیر روزه میشکنه دو یا روزه میشکنیم خلاص من روزه خورم کوکو جما کنم میشه فهمیدید یعنی مثل که مثلا چی میکنه یعنی حج بر رفته به احرام میگذاره تو رفته چی میکنه یعنی چه فرق شه یعنی چه فرق شه یعنی میقات مثلا دوزیکت میگذارد مثلا حیله میتید فریب میتید خودش همه تو میراد چی میکنه گویا که گوسفند میکشه چی میشه یعنی کار خلاص میشه چه فرق شه یعنی اینو همش حیله که این چیز مثلا چی میشه یعنی هم به ابن بطه رحمه الله هم چیزای ذکر کرده کتاب ابطال الحیل انده ابطال الحیل ذکر کرده چیزا اعوذ بالله یعنی این کی بدگی یعنی این کارا میگه سلفش کی بدگی یا خود بدگی وقتی که روزی شامیند الله با یا با کار حرام کرد چیکار کردن با رفته یعنی تورای پاکستان بحر بعد تا که ما خلاص روزی شامیند کار نمیکنیم گفتن یعنی ما اومده خودش افتاد کنه گفت که ما نکردیم خودش بود افتاد یعنی فهمیدید یعنی از ماشین که رفته استفاده از ماشین که رفته واده مزات نس الله العفو والعافیه تو چی میگه یعنی که من زده که ماشین زد میگه فهمیدید چیکار دیگه همین اند قول ابن عباس چی الله تعالی به سبب همین حیلاشون چیکار کرد جوانهاشون میمون به تبدیل داده موسفیداشون خوک بگردون یعنی الله از این چیز میترسه انسان میترسه این چیز انسان این چیز میترسه که اعوذ بالله این چیز عقوبت این چیز دنیا و آخرت اند اعوذ بالله آدم چی گرفتار میشه یعنی فهمیدید همین از این حیله ها آدم دور میشه نسأل الله العفو والعافیه نه اذن چه گفته رسول صلی الله علیه و سلم نه وقعت على امرأتي في رمضان وقعت على من چه روایت بعض روایت حتی روایت مسلم انده روایت مالک ابن جریج انده روایت کنده مالک و ابن جریج انده اومدگی چنده میگوید که چی میگوید یعنی میگوید که ان رجلا ماذا افطر یعنی افطرت میگوید جای وقعت على امرأتي افطرت میگوید یا رسول الله میگوید چی میگوید افطرت فی رمضان افطرت معنیش چی معنی افطرت روزه مشکستم یعنی خوردم یا نوشتم میخوانه علمی روایت که بعض علماها الاحناف گرفته چیه یعنی من نم افطر تعمدا اكلا شربا كان يعني لا يفرقون بين المجامعه نم وبين الاكل والمؤاكله والمشاربه فرقش نه برای همین مذهب مونده چیه یعنی یک روز اگر همه چی بکرد یعنی همین امروز تو آخر مرشای قصدار یعنی همین خیلی که یعنی مثلا مدامی که مثلا از 12 سالگی مثلا تا 30 سالگی روزه نداشتگی خلاص کن چه وای هر روزش به 60 روزه باید که روزه گرفت وای همین خیلی مثلا همین خیلی فهمید یعنی تمام داده نمیتونه میگه غلام آزاد کرده نمیتونه میدن چی ما بمیگو روزه داشتن یعنی هم ببینیم هم بسیار مثلا هم بابا هم اجداد هم چی میکنن عمر بات یعنی فقط سال به 2 روز روزه میگیرن میشکنن روزه فطر روزه چیده یعنی عید فطر عید قرباننده چه دیگه سال 360 روز چیده روزانده یعنی 360 روز روزانده یعنی 360 روز روزه متتابعین با مثلا چی وای حتی سفرنده حتی عمره حتی حج مدگیشون روزه نمیشکنن یعنی عمر بات مثلا چه روزانده هم یعنی مذهب چنده یعنی مذهب میگه که یعنی همین روایت که گرفته یعنی چی میگن یعنی همش میدن یعنی آدمی که حتی روزش قسم خورده باشدم یعنی جزاش همین یعنی چی میشه فرق نمیکنه فهمیدید نعم همین چیزا میدن لیکن جمهور اهل علم چی میگن یعنی این افطرتو یعنی روایت مشهور اومدگی روایت جمهور یعنی چی اومدگی وقعت علی امراتی میگن فهمیدید جامعت اهلی میگن جامعت اهلی نعم وقعت علی امراتی جامعت امرأتي وقعت على زوجتي المهم مثلا چی میبیادنه و علیکم السلام ورحمه الله همین روایتو میبیادنه فهمیدید انا اکنون روایت افطرتو که شد این روایت چی میگن یعنی بعضیشون روایت یعنی نم یعنی بعضیشون حتی روایت شاذ گفتن یعنی شاذ گفتن وزمین صحیح مسلمانده لیکن چی میگم یعنی روایت مطلق این اومده مطلق افطرتو و مونده اصولا معروف که چای المطلق يحمل على المقيد فهمیدید یعنی مطلق افطرتو یعنی من روزم شکستم مطلق من نمینم بچه انا روایت بیان کرد که روزش بچه به جماع شکسته
اذا این چی میشه یعنی خاص جماع بمیشه. یعنی آدمی که مثلا چی وای یعنی اگر مثلا با زوجش جماع کند حق وای به این چیز میشه. یعنی اما آدمی که روزش خورده نوشیده باشد و یا حقش به چی این حکم تاثیر نمیکنه. فهمیدید؟ این فقط حقی که به میشه یعنی حق همون آدمی که روزش به چیش کفتگی به جماع با اولش به زنش شده یعنی مجامع شده یعنی. فهمیدید این چیزه؟ یعنی فقط کی به میشه یعنی حقی که به گفتم یعنی جماع به حقی که به گفتم یعنی فقط جماع به گفتم این چیزه یعنی. نعم. وقعت على امرأتي سنة رسول صلى الله عليه وسلم قال هل تجد ما تعتق رقبة یعنی اذن یعنی این چی گفت یعنی رسول صلی الله علیه و آله و سلم چیزایی که نام کفارتی که بیان کرد کفارتی که گفت کفارت مثلا نه چی بگیم کفارت ظهار میگه کفارت ظهار کفارت زهار. اذن همین اینجا برآمد که آدمی که نهار رمضان انده یعنی کذالک اینجا در روایتی که اومد قولی فی رمضان گفت که فی رمضان گفتگیش اینجا ما چی گرفتیم چی فایده گرفتیم یعنی اذن این خاص رمضان به برای همین جمهور اهل علم میگن که یعنی اگر مثلا مجامعه غیر رمضان انده روزه قضا کفاره نذر نفل باشد تاثیر نمیکنه. فهمیدید؟ یعنی اگر روزه شما نذر یا که کفاره یا که یا که نفل یا که قضا وای به مجامعه شدمون وای به این تاثیر نمیکنه. برای همین چی اومد اینجا یعنی فی رمضان اومد یعنی رمضان چی شد یعنی خاص میکند که یعنی چی میشه یعنی این چیز خاص برای چی بدست یعنی برای روزه رمضان غیر رمضان به چی این چیز چی گفتم یعنی تاثیر نمیکنه. نه این چیز چی غیر رمضان به چی گفتم یعنی غیر رمضان به این چیز تاثیر نمیکنه. ابدا حتی قضا باشد که نگفت یعنی قضا این چیز نه نهار فی رمضان گفت قضا به تاثیر نمیکنه. قضای رمضان با کفاره به مثلا نذر به نفل به این به چی تاثیر نمیکنه. یعنی فهمیدید این به چی میکنه نه فقط مثلا شیرینجان انتها که شهر شد یعنی حرمت ماه شد یعنی ماه رمضان. اما مثلا قضا باشد قضا مینت غیر رمضان انده علمین یعنی چی این فایده گرفتیم که فقط خاص چی به میشد یعنی نم روزه چی به میشد یعنی رمضان به میشد. طيب انا اکنون جزای این چی میشد گفت علیه الصلاه و السلام هل تجد ما تعتق رقبه یعنی تو قادر گفت یک رقبه یافتن به رقبه یعنی چی اینه چی میگم یعنی اطلاق یعنی چی وای یعنی اینه چی میگم اطلاق الجزء على الكل یعنی رقبه فقط معناش اینه که یعنی یک گردن غلام آورد نه رقبه گفت چی میگن یعنی اینجا اطلاق الجزء على الكل یعنی چی یک غلام العبد هل بامکانك ان تشتري عبدا ثم تعتقه یعنی چی خریده آزاد کرده میتونه غلامه غلام خریده تو آزاد کرده میتونه که نه چه گفت این آدم نه یعنی معنیش که چی فقیر غلام قیمت نمیتونه. طيب دویمش گفت که قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين یعنی 2 ماه متتابعین پای در پای روزه داشته میتونه یعنی 2 ماه مثلا چی میشه یعنی علی حسب الاهله یعنی روز کتنه هلال کت یعنی 4 بار باید که هلال بگیری ماه 2 ماه یعنی 60 روز میشه 59 روز میشه یعنی علی حسب ماه مونده چه 29 فکر یا 60 میشه یا 59 میشه اینا مثلا چی یا 59 یا 60 2 ماه پای در پای روزه داشته میتونه. نعم گفت که یا رسول الله گفت هل وقعت على هذا الا نعم هل اوقعني في هذا الا الصيام گفت که من به سبب صيام یعنی یک روز روزانه صبر کردن نتونستم تو 59 روز 60 روز صبر میکنم یعنی 60 روز صبر میکنم نمیشه این چی میشه یعنی نمیشه این چی گفت یعنی اذن یعنی چی قادر نه روزه میام یعنی به سبب بیماری به سبب ضعف به سبب چی یعنی چی گفتم یعنی قادر نه قادر نه اینا یعنی چی میشه یعنی نمیتونه. سیمش چی گفت یعنی فهل تجد ما تطعم 60 مسکینا یعنی اذا 60 مسکین به طعام داده میتونه 60 مسکین به طعام داده میتونه گفت که لا نمیتونم گفت 60 مسکین به طعام داده میتونه اینم نمیتونم انا اذا چی بدید یعنی اینا چیش جزای همینه که روزش به همین جماع مشکنه
جزای وای چی وای باید که غلام آزاد کنند. یعنی چی گفتم این چیز و ترتیب هذا ليس للانم تاخير انما للترتیب، یعنی واجب ترتیب. یعنی اگر غلام آزاد کرد توند وای خلاص وای چی روزه نمیدارد، روزه به نمیگذارد، اطعام به نمیگذارد، باید که چیکار کند؟ یعنی غلام آزاد کند، غلام آزاد کند. فهمیدید؟ هم بیانه چی میشد؟ یعنی آدمی که 2 ماه روزه گرفته میتونند وای خلاص روزه داشتن واجبین که بیا بهترش 60 مسکین به طعام میدن نمیگفت، باید که چی روزه گرفت. همین به زمان ملوک طوایف انده اندلس انده یکی از ملوک یعنی همین خیلی میکرد انسان به یوبت چوای طعام دادن چوای ملوک به چی نکرد. هم به فقهای اندلس اجماع کرده گفتن که حق تو بگفتن یعنی هم طعام دادن نمیشه، مادامی که یعنی روزه داشتن به قادری تو باید که چی روزه داری، تو باید که چی روزه داری. اینا نه یعنی حاکم باشد، محکوم باشد، راعی باشد، رعیه باشد، همه اخیر این چی میکند؟ یعنی این چیزا چی میکند؟ یعنی فکر کار این کارو میکند. برای همین چی میشه؟ یعنی این چیز ترتیب واجب بنده همیننده. اگر آدمی که غلام میتوند یعنی چی دویم به نمیگذارد، اگر روزه داشته میتونسته باشد چی اطعام به نمیگذارد. فهمیدید؟ یعنی ترتیب باید که چی رعایت کند، ترتیب چی کند؟ یعنی مراعات کند، رعایت کند. یعنی ترتیب باید که طعام میداد، طعام بعد از روزه یعنی اختیاری میگفت. یعنی چیکار کنم؟ از همه بهترش چی وای به طعام دادن، از همه بهترش طعام دادن. غلام چیکردن؟ یعنی کار لازمه، حتی ملک ها نمیتونن اینا یعنی از همه اون شخص مسکین طعام دادن. فهمیدید؟ وای فکر میکرد که نه اختیار من کدومش کنم میکنم. فقها میگفتن ترتیب واجب تو برای که پیش از اطعام چی میستاده جده سیام استاده است، باید که سیام چی از دست نتیگفتن. انا آدم برامت کنه چی بدست یعنی این چیز یعنی حق چی ترتیب چی میشه واجب میشه. ترتیب یعنی چی بدست یعنی واجب بدست. اینجا چی گفتیم؟ یعنی اختیار نه، ترتیب چی گفتیم؟ یعنی ترتیب واجب گفتیم، ترتیب چی گفتیم؟ یعنی واجب گفتیم. سونی این آدم گفت که حتی گفتم این چی 60 مسکین به طعام دادن نمیتونه. تو همین حالت بود که چی شد؟ یعنی رسول صلی الله علیه و سلم چه بعرق فیه تمر، یک عرق یعنی مکتال، یک یعنی هم یک ظرفی که چی میکنن بار میکشند، یعنی ظرفی کلونه که من تو چی میکنن خرمای بار میکشند. قدیما میند کیلوگرم خیلی چیزا نبود بچی میکردن، یعنی همین خیلی ظرف ها میشد مثلا خاص همین ظرف مثلا فلان کیلو مثلا چی میشه یعنی هم بنگشته چی میکنن یعنی وقت مثلا بانک ها ایکو یعنی بانک های استاندارد یعنی 3 لیتر 2 لیتر مثلا 5 لیتر 10 لیتر 20 لیتر مثلا نه الان خیلی چیز یعنی مقدار هم خیلی یک ظرفی که همیننده معین یعنی چیزای با اندازه معین چی میشه فرمو میشه عرق. همین به بعضی اهل میگن که یعنی عرق گفته 15 صاع یعنی یک ظرفی که یعنی چی میگم سبد یک سبدی که باید چه 15 صاع فرمو جو میشه. 15 صاع ما گرفتیم که چند کیلو میشه این روزه کن یعنی 60 مد میشه تقریبا 60 کیلو چی میشه یعنی خرما میشه یعنی 60 مد میشه نم یعنی همین یعنی 60 مد 60 مسکین به میرسد. خود گفتیم که 60 مسکین به طعام تی همین ثبت داده گفت که رو همین چی 60 مسکین به طعام چی تقسیم کرده 60 مسکین به چی طعام تقسیم کرده نه یعنی این چی به دلالت کرد که اگر مثلا همین آدم هم باب کفارت انده یجوز چوای المعاونه یعنی التعاون یجوز نام تعاون علی البر و التقوى تعاون که خودش نتونه مو انم وای یردان تیم وای به چی میشه لیکن این مسکین این صحابی جلیل رضی الله تعالی عنه از فقیرش گفت که یعنی مدینه اند گفت یعنی بین حارتای ها یعنی از حاره شرقیه و حاره غربیه اگر مدینه خونه با خونه در اومده بینی اما فقیرتر آدم نیست یعنی وای ها باید که من به صدقه کنم من خودم هم فقیر شده کی بین صدقه میکنم گفتگی نسونی رسول صلی الله علیه و سلم تبسم کرده خندیده گفت که اذن اذهب فاطعم اهلک رب چکن یعنی اهلت به چیته یعنی اطعام ته یعنی اهل خودت مثلا خانوادت طعام ته طعام ته یعنی این چی به دلالت کرد اینجا مسئله خلافی شد که یعنی همین حالت آدم اگر همین خیلی باشد حالت اگر همین احوال انده باشد یعنی غلام آزاد کرده نتوند
روزه داشته نتوند و طعام داده نتوند، آیا اول کفارت ساقط میشد یا نه؟ قول احتیاط، قول راجح ساقط نمیشه، گردنش هم باقی میمونه مثل قرض و این چیز. یعنی اگر قرض دارید 1000 ریال اگر قرض دارید نمیتونید، یعنی معنیش نه که خلاص برادر من نمیتونم نمیکن ایادت برام، نه، بعد از 100 سال باشد که برابر میتید میخه نه، یعنی قرض باید بتید. اینم قرض رب العالمین، یعنی قانون وقتی که یعنی حالت که پیدا شد باید که این قرض چی برابر چی کند، یعنی تیا فهمید؟ یعنی چی میشد، یعنی کفارت چی میشد، یعنی ساقط نمیشد، کفارت چی میشد ساقط. طيب انا دقيقه سيدي، ان شاء الله نقرا ان شاء الله نقرا، ابشر. اذا چی گفتم؟ اذا مسئله كذلك یعنی متتابعین انده، یعنی چی گفتم روزه چی باشد، یعنی گفتم یعنی متتابعین پای در پای باشد، پای در پای باشد، یعنی فهمید چی باشد، یعنی پای در پای باشد، یعنی پای در پای باشد گفتم، یعنی نمیشد، یعنی چی کنده نمیشد این چیزا. الان دقیقه اینا انتهی. یعنی اذا همیننده یعنی چی، یعنی روزه 60 روز پای در پای باید که چه روزه داره، پای در پای چه روزه. اگر رفته مثلا چی 50 روز داشته، اگر یک روز بی عذر روزه کندید چی میشه، یعنی باید که دیگه استئناف کنید، یعنی فهمید معنی متتابعین چی؟ الا اگر عذر شرعی باشد، یعنی مرض باشد یا که مثلا مسافر شده موند خیلی دیگه چی. لیکن بی عذر شرعی یعنی خلاص مونده شدم، گرسنه شدم، تشنه شدم، میگیم که از دیگه 60 روز از دیگه سر میگیره. 58 روز شده باشه یک روز چیکار، یعنی باید که چی النف سر کند روزه، چیکار کند بدید، یعنی النف روزه چی کند بدید، یعنی سر کند بدید. فهمیدید؟ این معنی متتابع. کذالک اینجا مسئله چی با مونده کو، مسئله زن چیکار میکنه، زنم همین کفاره میداره دکو طبعا دیگه مجامعه زنم اینجا انده چیز کو، یعنی شریک کو اینجا انده. همینجا بعض اهل علم چی گفتن، یعنی گفتن که زن داخلش نه این چیز، زن چی گفتن یعنی داخلش نه. این فقط چی برای که رسول صلی الله علیه و آله و سلم نپرسید که یعنی زنت هم بیار، یعنی چی کنیم زنت بهم یعنی کفاره واجب نگفت که یعنی زنت هم رفته گفت زنت بهم کذا، یعنی باید که غلام بده کذا نگفت. انا آدم گرفتن گفتن که چی گفتن، یعنی مادامی که رسول صلی الله علیه و آله و سلم نپرسید اذن چی میشه گفت، یعنی این چیز ساقط میشه گفتن، اول چی میشه گفتن ساقط میشه. لیکن قول راجح میمونه همین مونده دو چیزایی که نپرسیدن رسول صلی الله علیه و سلم، الفتوا غیر قضا، الفتوا غیر قضا. برای همین یک اتو فتوا گرفتنی باشد، یعنی بین دو کتن شده باشد، شرط نه که ویم بیار من اول فهمم گفتن، شرط نه، فتوا علی حسب قول فتوای میتی انا قضونده باید که وی بیاره. خیلی که هند پرسید که ابو سفیان گفت شحیح کذا، رسول صلی الله علیه و اول ابو سفیان بیار فهمم چی نه، یعنی گیر گفت. برای همین قول راجح اگر زن با اختیار خودش همین کار کرده باشد باید چی میشه، زن بهم چی های همین کفارت ها میشه واجب میشه، یعنی همین کفارت ها چی میشه، یعنی همین کفارت ها همین زن بهم حقش چی میشه واجب میشه. والله اعلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.